به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود به همه بیننده های عزیز. امروز میخوایم که توی این ویدیو راجع به روی کار اومدن حکومت هخامنشیان صحبت کنیم. با ما همراه باشید. هخامنشیان سلسله‌ای از پادشاهان ایران قدیم بودند که بنیانگذار حکومتشان کوروش بزرگ بود. هخامنشیان از اقوام آریایی پارس بودند که حدود 229 سال در ایران پادشاهی کردند و فرمانروایی گسترده‌ای را از سند تا حبشه و از جیهون تا دریای سیاه پدید آوردند و عاقبت در زمان داریوش سوم به دست اسکندر مقدونی منقرض شدند. کوروش از جانب پدر پارسی و از جانب مادر مادی بود. پدرش کمبوجیه شاه پارس و مادرش ماندانا دختر آستیاگ آخرین شاه ماد بود. هنگامی که نارضایتی از حکومت ماد به نهایت رسیده بود، بزرگان کشور از کوروش که تازه جانشین پدر خود در پارس شده بود خواستند تا بر علیه پدر بزرگ خود قیام کند. آستیاگ که از این موضوع باخبر شده بود با سپاهیانش به جنگ کوروش رفت. کوروش بعد از پیروزی بر پدر بزرگ خود از جان او گذشت و او را به گرگان فرستاد. سپس استقلال خود را اعلام کرد و خود را شاه پارس و ماد خواند. او حکمتانه را یکی از مراکز حکومت خود قرار داد و مدارک حکومتی را به آنجا منتقل کرد.
صاحب منصبان مادی در جای خود باقی ماندند و این انتقال قدرت از ماد به هخامنشی آنچنان آرام صورت گرفت که بسیاری از حکومت‌های غربی از آن اطلاعی نیافتند. در قسمت‌های بعد راجع به فتوحات کوروش، شاهان هخامنشی و اقدامات آنها صحبت خواهیم کرد. ممنون که تا اینجای ویدیو ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.